سلام. بچه ها، دیتابیس میدونین چیه؟ اگر نمیدونین دیتابیس چیه، دیتابیس جاییه که شما میتونید دیتاها و اطلاعاتتون رو به صورت نوشتاری در اون ذخیره کنین. خب حالا مثلا فرض کنید نام خانواده، شما مثلا یه نرم افزار نیاز دارین که توی اون نام خانوادگی و حالا مثلا فرض کنید سن اینا ذخیره بشه. از چی استفاده باید کنیم؟ از یه ساختاری باید استفاده کنیم که یه حالت تیبل مانند داشته باشه که بتونه بر اساس مثلا فرض کنید عنوان اینها داخلش ذخیره بشه. خب حالا همون مثال نام خانوادگی، فرض کنید شما میخواید اطلاعات دانش آموزای یک کلاس رو داخل دیتابیس ذخیره کنید. خب چیکار میکنیم؟ میایم یک ستون ایجاد میکنیم به اسم، اگه اکسل دیده باشین، خب اکسل میاد چیکار میکنه؟ میاد یه ستون ایجاد، اکسل هم یه جورایی دیتابیسه، خب ولی یکم متفاوت تر. شما نمیتونید به راحتی که توی دیتابیس هست و سرعتی که دیتابیس داره توی اکسل اطلاعات رو استخراج کنید، واکشی کنید به قول خودمون. خب چون کاربری اختصاصی اکسل برای صفحه گسترده است. خب مثلا فرض کنید اینجا شما نوشتین نام خانوادگی و سن مثلا. خب بعد حالا مثلا اسامی رو میخواین، اسم بچهای یک کلاس رو توی یه جایی ذخیره کنید که بعدا بتونید بهشون کوئری بزنین و واکشی کنین اطلاعات اون افراد رو. مثلا اینجا علی، مثلا حسین، رضا. خب حالا فرق نمیکنه، این میتونه اطلاعات دیگه هم باشه، مثلا تاریخ ثبت، خیلی چیزای دیگه. خب چیکار میکنیم؟ ما میایم از یک چیزی به اسم دیتابیس استفاده میکنیم، پایگاه داده. خب حالا چیزی که ما میخوایم در موردش صحبت کنیم اسکیولایت هست که مثل مای اسکیول یا پستگرس اینها ساختار دارن، یعنی اینکه شما عنوان داری میتونی بر اساس عناوین جستجو کنی اطلاعاتی رو که مد نظر داری. برخلاف نو اسکیول که یک ساختار متفاوتی داره، ساختار مای اسکیول، پستگرس و اسکیولایت اینجوریه که شما یک حالت چندین تیبل در یک دیتابیس دارید که میتونید بهشون دسترسی داشته باشین و ازشون خروجی اطلاعات بگیرید. حالا اسکیولایت دیتابیس ساده هست که خیلی سبکه، شما میتونید توی برنامه‌های کوچیک ازش استفاده کنید، اهمیت زیادی نداره چون به راحتی میشه بهش دسترسی داشت و حالا توی اپلیکیشن ها، توی نرم افزارهای ساده میتونید ازش استفاده کنید. و حالا اینکه با پایتون میتونید به راحتی باش ارتباط برقرار کنید و اطلاعاتتون رو داخلش ذخیره کنید و واکشی کنید. حالا سعی میکنم توی جلسه بعدی نحوه اتصال پایتون به اسکیولایت رو براتون آموزش بدم و توی اون بتونید یک سری اطلاعات ذخیره کنید، واکشی کنید و حالا موارد دیگه. سعی میکنم دوره رو کامل براتون بذارم که کلا اسکیولایت رو یاد بگیرید.